салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Дарси 28 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 1. тибқи ваъдае ки ба шумо дода будем, дар дарси имрӯза дар бораи Present Simple суҳбат хоҳем кард. Present Simple яъне замони ҳозираи содда аст. Замони ҳозираи содда ба замоне гуфта мешавад ё ба он ҷумлаҳое ё ба он корҳое гуфта мешавад ки онро мову шумо аз рӯи одат анҷом медиҳем. Масалан, як нафар мегӯяд чӣ кор карда истодаӣ? Ман китоб хонда истодаам. Ин дар замони Present Simple наметарояд. Аммо вақте як нафар мегӯяд ки кай хоб меравӣ? Мегӯяд ман соати 10 хоб меравам. яъне мақсад ҳар рӯз соати 10 хоб меравам. ё ки масалан ман ҳар рӯз 3 бор хӯрок мехӯрам, ё ки ман дар як ҳафта 2 рӯз дарс дорам. Инҳо дар Present Simple медароянд. хуб, аз рӯи мавзӯъро бихонем бирем, боз хубтар, возеҳтар намоён мешавад. хуб, Present Simple замони ҳозираи содда. I, you, we, they. خب امروز جانشین‌های I, you, we, they در شکل نگاتیو و question رو میگیریم. خب از روی رسم‌ها نگاه کنیم. در رسم یکم این دختر از زوی پرسیده است که Can you tell me about your day? میگه میتونی درباره روز خودت به من خبر بدهی؟ It's for my school project. این وظیفه مکتبی من است. یعنی از طرف مکتب وظیفه شون دادن که میروین از دوگانهاتون همسینفاتون اینترویو میگیرن. اینترویو یعنی مصاحبه میگیرن که اونها مثلا در یک روز چیکارها رو انجام میدن. خب این وقتی که میپرسد که میتونی درباره روز خودت خبر بدهی، زوی میگوید که yes of course. yes of course. yes of course یعنی بله البته. yes بله. of course البته می شود. خب رسم دوم را نگاه کنیم. الکی یعنی در شکل خیال، یعنی آغاز کرد. میگوید که I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. من ساعت 7 از خواب میخیزم. انا همین رو میگن زمانی حاضره ساده. یعنی من ساعت 7 از خواب میخیزم، یعنی که از روی عادت من ساعت 7 از خواب میخیزم. اگر میگفت که من پگاه ساعت 7 از خواب میخیزم، پس این در زمانی آینده میدر آمد. اگر میگفت که من دیروز ساعت 7 از خواب خیستم، وای در زمانی گذشته میدر آمد. اما زمانی حاضره ساده این است که هم گذشته را در بر میگیرد، هم حاضره را، هم آینده را. یک کاری که ما و شما هم در گذشته انجام دادیم، هم در حاضر انجام میدیم، هم در آینده انجام میدیم. و مثل چلی گفت، و مثل از خواب خیستن، و مثل خوراک خوردن، و مثل مکتب رفتن، و مثل آبازی کردن، و مثل هر کاری که ما از روی عادت در طول یک هفته انجام میدیم. یعنی بعضی کارهای هستن که ما شاید که در یک ماه یک بار انجام میدیم، اما اگر همون کار هم مستمر باشد، بردوام باشد، میدراید. مثلا میگم که I go to swim one time in month. یعنی میگن ما یک بار، من یک بار با آبازی میرم، با شینو میرم، مثلا باسین میرم در یک ماه. یعنی این در زمانی همین حاضره ساده میدارد. یعنی I swim one time in month. یعنی من یک بار آبازی میکنم، در یک بار با باسین میروم. سویم یعنی شنا میکنم مثلا. این در زمانی حاضره ساده میدارد. اما اگر بگیم که I am swimming من آبازی کرده ایستاده‌ام. I am swimming من آبازی کرده ایستاده‌ام. این دیگر در این زمان نمیدارد. خب از موضوع خارج نشیم. I get up at 7 o'clock من ساعت 7 از خواب میخیزم. خب I have breakfast. I drink a glass of milk. میگم من صبحانه تناول میکنم
و من یک استکان شیر می نوشم. خب در رسم چهارم میگه I go to school، من به مکتب میروم. و وقتی که تو اینجا نقل کرد باز سوال میکنن، این دوگانه‌اش میگیم، باز سوال میکنن Do you walk to school? Do you walk to school؟ آیا با مکتب پای پیاده میروین؟ Walk یعنی قدم زدن میشود، پیاده رفتن میشود. Walk 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 قدم زدن، پیاده راه گشتن. و با مکتب پای پیاده میروی، قدم زده میروی؟ زوی در جواب میگه No I don't، نه این خیلی نیست، یعنی پای پیاده نمیروم. My friends and I take the bus، میگه من و دوستانی من با اتوبوس میرویم. Take the bus یعنی با اتوبوس سوار شده رفتن میگن. اصلا کلمه take گرفتن میشود، اما در اینجا به معنای با اتوبوس رفتن میشود. خب در رسمی ششم میگه In the evening I do my homework، و در بگاهی من وظیفه خانگیم را انجام میدم. homework یعنی وظیفه خانگی. خب از روی گراماتیکا بگیریم، این بود گفتگو یعنی مکالمه بود. از روی گراماتیکا بگیریم که در گراماتیکا چگونه بیان میگردن. پوزیتیو یعنی شکلی جمله های خبری. مثلا برای جانشینی های I, you, we, they فعل تغییر نمی‌یابد. شاید در درس آینده برای جانشینی های he, she, it بگیریم، فعل تغییر می‌یابد، یک اسم میگیرد، s. اما در شکلی خبری برای جانشینی های من، شما، ما، اونها فعل تغییر نمی‌یابد. مثلا I get up at 7 o'clock، من ساعتی 7 از خواب میخیزم. You get up at 7 o'clock، تو ساعتی 7 از خواب میخیزی. خب you have breakfast every day، تو صبحانه تناول میکنی هر روز، every day هر روز. We do homework in the evening، ما وظیفه خانگیمون رو بگاهی انجام میدیم. They do homework in the evening، اونها وظیفه خانگیشون رو بگاهی انجام میدن. اینها جمله های خبری هستند. خب می شود که در جای همین get up مثلا فعل رو عوض کنیم. بله می شود. مثلا من میگم که I teach every day، من درس میدهم هر روز. I read a book every day، من هر روز کتاب میخونم. I watch TV every day، من هر روز تلویزیون تماشا میکنم. I do exercise every day، من هر روز ورزش میکنم، تمرین میکنم. مثلا I go to school every day، من هر روز به مکتب میرم. خب به همین طریق هر فعلی که میخواین مثلا در اینجا عوض کرده میتونین. I eat مثلا sandwich every day، من هر روز ساندویچ میخورم. مثال. خب اکنون جمله های اینکاری، وقتی جمله های خبری را گفتیم، جمله های اینکاری را نیز باید در برابرش بگویم که خیلی ما میگیم که من این کار را انجام نمیدهم. نگاتیو یعنی اینکاری، جمله های منفی. I do not get up at 7 o'clock. I do not get up at 7 o'clock، یعنی من ساعتی 7 از خواب نمیخیزم. یعنی یک نفر سوال میکند که Do you get up at 7 o'clock? Do you get up at 7 o'clock؟ آیا تو ساعتی 7 از خواب میخیزی؟ ما باید رد کنیم، یعنی نبگیم. چخیل میگیم؟ خب do not شکلی پرشای، شکلی کوتاه شدهش میشود I don't get up at 7 o'clock but I get up at 6 o'clock. یعنی من ساعتی 7 از خواب نمیخیزم، لیکن من ساعتی 6 از خواب میخیزم مثلا. خب you don't have breakfast every day، تو هر روز صبحانه تناول نمیکنی. خب هستن مردمی که صبحانه تناول نمیکنن، یعنی صبحانه قطعی خوراک نصف روزی هر دوش یک است. یعنی بعضی از ملت ها هستن که بعضی از مردم هستن که مثلا همین صبحانه رو در ساعت 11-12 تناول میکنن و باز ساعت 5-6 بگه تناول میکنن، همین قطعی دو خوراک بویم تناول میکنن.
We don't have breakfast every day. ما هر روز صبحانه تناول نمیکنیم. They don't do homework in the evening. یعنی اونها هر روز وظیفه خانگی رو تیار نمیکنن. خب اکنون جمله های سوالی، وقتی که ما جمله های خبری رو گفتیم، جمله های این کار رو گفتیم، برای یک نفر رو سوال کردن که تو این کار رو هر روز انجام میدهی یا انجام نمیدهی چه خیلی سوال میکنیم. Do I get up at 7 o'clock؟ یعنی من از شما اگر میپرسم، یعنی از شما کسانی که حاضر در این ویدیو رو تماشا داریم، از شما اگر سوال کنم که آیا من سحری ساعت 7 میخیزم، چگونه سوال میکنم؟ Do I get up at 7 o'clock every day؟ یعنی هر روز ساعت 7 از خواب میخیزم. یعنی every day خب از جمله دیگه آورده میشود. every day میشود یعنی every day نگوی I get up. do I get up at 7 o'clock؟ ما ساعت 7 از خواب میخیزم. همین do I get up که شد علاقه سوالی زمانی حاضره ساده است با معنای هر روزه کار رو انجام دادن است. Do I get up at 7 o'clock؟ Do I get up at 7 o'clock؟ Do I get up at 7 o'clock؟ جواب دین. Do I get up at 7 o'clock؟ جواب دین. کسانی که همین نوار رو تماشا دارن جواب دین. حاضر جمله های خبری رو گفتیم، جمله های اینکاری رو گفتیم در بالا. یعنی من از شما پرسیده هستم که آیا من ساعت 7 از خواب میخیزم؟ جواب دین. یعنی خود جوابی منفی است، خود جوابی مثبت است، جواب دین. بگین که بله تو هر روز، بله تو ساعت 7 از خواب میخیزی. همین رو چخیل می نویسیم؟ نویسیم روی کنه. یا اینکه بگین که نه تو ساعت 7 از خواب نمیخیزی. خب تا نوشتن شما رو ما این باقی موندهش میخونیم. Do you get up at 7 o'clock؟ آیا تو ساعت 7 از خواب میخیزی؟ Do we have breakfast every day؟ آیا ما هر روز صبحانه تناول میکنیم؟ Do they do homework؟ Do they do homework in the evening؟ آیا اونها بگاهی وظیفه خانگی رو تیار میکنن؟ خب جواب های کوتاه Yes I do، Yes you do، Yes we do، Yes they do. No I do، No I don't، No you don't، No we don't، No they don't. حاضر من شما رو پرسیده بودم که Do I get up at 7 o'clock؟ شما میتوانید بگین که Yes you do، No you don't. این بود جمله کوتاه یا کنین short answer نوشتگی، یعنی جوابی کوتاه. اما اگر پر جواب دادنی باشین این خیلی جواب میتین. You get up، yes یک کلمه yes میارین. Yes you get up at 7 o'clock. اگر نگفتنی باشین No you don't get up at 7 o'clock. اوکی. خب امیدوارم که فهمیده باشین. اگر جای مشکل باشد، جای نفهمیده باشین، خواهشمندم در کامنت نویسین فکر و ملاحظه های خودتان و اگر سوال پیشنهاد باشند مرحمت تا آن زمانی که ما گپی توتی را میخونیم اگر سوال پیشنهاد داشته باشین مرحمت بفرمایید نداشته باشین. و همین درس امروزه به پایان رسید و اینجا توتی میگه که We use the present simple to talk about things we do regularly. ما استفاده میبریم زمان حاضره ساده رو برای گپ زدن، برای بیان کردن، برای گفتن درباره چیزهایی که ما اونها رو به شکل مستمر بر دوام انجام میدهیم. مثلا یک کاری هست که ما هر روز اون رو انجام میدیم، مثل خوردن، مثل خواب کردن، مثل دست رو شستن، مثل دوش کردن، خب مثل به مکتب رفتن. یعنی بسیاری کارهایی هستن که ما اونها رو به شکل بردوام انجام میدهیم. خب ساعت 8:56 شد. ویدیویی که ساعت 7 باید برای در کانال و علاقه گذاشته استیمش فکر میکنم که بود شد. اون را گذاریم تا ساعت 7 دریافت کنیم و ساعت 7 تا زمانی که پریمیر تمام شد با شما هستیم و با ساعت 8 این ویدیو را میگذاریم. ساعت 8 مرحمت کنیم بیاییم با هم این زبان را
بآموزیم. Okay, see you next class. Thank you very much for watching and goodbye. خدا نگهدار. ای مردم بیدار، پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار، پناهتان به خدا. کامیاب و سربلند باشید.